طی اتفاقی نادر در دنیا گاوی در دیلمان سیاکل 5 قلو زایید. گاوش 5 قلو زایمان بوده. خیلی خوشبختیم ما واقعا خوش به امر هایی که این گاو 5 قلو بزاید. حالا همچین چیزی سابقه داشت؟ نه در دیلمان نه، ولی 2 قلو بزاید، ولی 5 قلو هیچ گاوی زایمان نوده. اما این گوشت وسیم تا الان نزدیک 70 سال میسنشون همچین برنامه ندید. آقا اسماعیل مهری دامدار خوششانس دیلمانی با این 5 قلو حالا صاحب 15 رأس گاو شده. موقع زایمونش از ساعت 12:30 تا ساعت 5 طول کشید. 5 قلوزایی در گاو برای اولین بار چند سال قبل در کشور هند مشاهده شد و نکته قابل توجه در تکرار این اتفاق کم نظیر در دنیا محلی بودن گاو ماده است. زایمانش بسیار طبیعی بوده و از کنسانتره یا علوفه‌های کمکی بسیار کم استفاده کرده و جالبه که هر 5 تا رأس گوساله سالم هستن و هر 5 رأس گوساله نر هستن. اما چه عواملی میتونه باعث چند قلوزایی در گاو بشه؟ همسایه‌های آقا اسماعیل هم از این اتفاق خوشحالن و انتظار حمایت مسئولین